دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه امروز 7 اپریل شاهده محمد جانو مادر بلاگر شیرزاد و یا عبدالرحمن نالنو را به 6 سال زندان محکوم کرد. پیشتر دادستان و یا عیبدار کننده دولتی برای او از دادگاه 7 سال زندان طلب کرده بود. خود شاهده محمد جانو به حکم دادگاه واکنش نکرد. تنها در پاسخ به سوال دادرس گفت که مضمون حکم برایش فهم است. وکیل دفاع شاهده محمد جانو میگوید از بالای قراری دادگاه شکایت خواهد برد. در دادگاه شاهده محمد جانو را به آن گناهکار کردند که از عقیده های سازمان های در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و نهضت اسلام طرفداری کرده است. دادستان در دادگاه گفت که شاهده محمد جانو در شبکه یوتیوب در زیر نوارهای پسرش عبدالرحمن نالنو و هم در زیر نوارهای شبکه اصلاح شرح‌های ضد ساختار دولتی تاجیکستان نوشته است. خود شاهده محمد جانو در دادگاه گفت که سال گذشته برادرش را از کار در یک قسم نظامی آزاد کردند و نزدیکانش گفتند که برادری او به خاطر حرف‌های پسرش شیرزاد از کار آزاد کرده شده است. شاهده محمد جانو همچنین گفت سال گذشته وقت برادرش نتوانست برای فرزندانش لباس مکتبی بخرد و او این حالت را مشاهده کرده از روی احساس این شرح‌ها را نوشته است. با این وضع شاهده محمد جانو در دادگاه گفت که خود را گناهکار می‌حسابد و از کاری کرده‌اش پشیمان است. البته معلوم نیست که او در زیر چه شرایط گناه را به گردن گرفته است. پس از اولین ویدیوی من در شبکه یوتیوب کارمندان уголовной розыски ҷумҳурии Тоҷикистон ба ман таҳдид карда буданд ва гуфтанд ки вале мо туро аз Аврупо ба Тоҷикистон мебиёрем ва мо туро гоҳусуд мекунем. маро ба Тоҷикистон бурда натавонистанд, аммо дар ваъдашон истоданд. модарамро гоҳусуд карданд. ҳафтаи гузашта гуфтанд ки модарам барои мебахшем ҳамкории гурӯҳи 24, аммо имрӯз маълум шуд ки танҳо барои дигарандешӣ модарамро дохили зиндон карданд. شاهده محمد جانو روز 3 فوریه امسال به شعبه کارهای داخلی شهر وحدت دعوت شد و همانجا او را بازداشت کردند. مقامات دیرتر او اعلان کردند که محمد جانو به افراطگرایی متهم دانسته می شود، اما نزدیکانش و هم حامیان حقوق میگویند که او را به خاطر تنقیدهای پسرش زندانی کردند، اما مقامات این تنقیدها را رد کردند. شیرزاد محمد جانو و یا بلاگر عبدالرحمن نالنو بارها از عملکرد مقامات تاجیکستان در زمینه ستر حجاب انتقاد کرده است. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.